يا هيل يا هيل يا هيل يا هيل بو يهلا بو يهلا بو يهلا وبو يهلا بو يهلا بو يهلا وبو يهلا بو يهلا بو يهلا وما ريده وخلاني وما ريده وخلاني وبو يهلا بو يهلا وبو يهلا بو يهلا عاشق عاشق ايوه ايوه ما یه گروهی هستیم که سالها در اقعد لك على الدرب اقعد حلوه يم عيون السود نصعد واقطع لك عنقود ورده من البستان نصعد واقطع لك عنقود ورده من البستان لاقعد لك على الدرب اقعد حلوه يم عيون السود نصعد واقطع لك عنقود ورده من البستان موسیقی که اجرا کردیم موسیقی روستایی، موسیقی فولکلوریک که سازهایی که استفاده شدن ساز نیجفتی، ساز کاسوره، تیمپو و دایره زنگی یا زنجاری به زبان خودمون هست. قطعاتی که اجرا کردیم از ترانه های فولکلوریک قدیمه که در صدها سال پیش در بین مردم عرب خصوصا رایج هست و این یکی از موسیقی های اصیل روستاییه که در عروسی ها، در جشن ها این قطعات اجرا میشن و تقریبا بیشتر جنبه اجتماعی و غزل داشته. وحلوه ولابس الموده بقلب وروحي مجدوده هي حلوه ولابس الموده بقلب وروحي مجدوده وهل صدلو ريماني بقلبه عذباني وهل صدلو ريماني بقلبه عذباني وشوف عيوني سهرانه وشوف عيوني سهرانه وحلوه وعلواج شامه اوان الليل ما نامه. فرهنگ مردم عرب خوزستان از تلاقی شبه جزیره عرب و فلات ایران یک تمدن و فرهنگی وجود داره تحت عنوان تمدن سامی مردم عرب خوزستان هست. ما خیلی از آیین‌هامون خاص خودمون هست و بعضی از آیین‌هامون مشترک با جنوب عراق چون از لحاظ جغرافیایی با هم نزدیک هست. عاشق احسنت احسنت احسنت